мухлисони эшон пеш аз наворо тамошо кардан хоҳиш мекунем то қадри имкон ин наворо паҳн кунед, то дигарон ин наворо тамошо кунанд ва ба худ чизе бигиранд. аз наворо паҳн кардан шумо гуноҳ нест, савоб иншоаллоҳ мегиред. шояд дигарон гӯш карда худро ислоҳ кунанд ва хоҳиш мекунем агар саволе ё пешниҳоде дошта бошед дар зери навор нависед. ассалому алайкум. худо шуморо нигоҳ дорад. من یک شخصی غنی هستم و جاهل بودم، اما وقتی که کسیته های شما را در بازار می گذاشتم که به گوشم رسید، استاده گوش کردم و بعد از آن فکر کردم که انسان باز در آخرت زنده می شده است و او را می پرسیدند. من بسیار گوش کردم و همون کسیته را خریدم و در باب جنت است. من با رفیقانم می گفتم که آنها همش من را رفیقانم می گفتند که اینها همه دروغند، به اونها باور نکن، اما من از اونها جدا شدم. آنها می گویند بیا برویم به کازینو و به عرقخوری، من نمی روم. برادر عزیز، خوشا به حالی تو که برای خدا شده از رفیقای فاسق خود دور گرفتی. جوانای عزیز، ملاهای گمراه که امروز با همه گمان نیک دارد که همه مسلمان است، سر استال استول نکاح بریده نمی شود. حال مسلمان ها رو ببینید. افسوس که شما رو خدا کور کرده است، شما رو چشم عقل نداده است، شما رو چشم سر حیوانی داده است که فقط روی کتاب میبینید، دیگر عقل تفکر نداده است شما. من این به همون کسی خطاب میکنم که به من مکتوب اعتراضی کرده است در باب طلاق نشدنی سر استال استول. امروز اکثر جوانهایی که در دوشنبه هستند، در رایانه هستند، نه به قیامت باور دارند، نه به جنت و دوزخ باور. تو نامسلمان خودت عوض از اونها را پرس، از اما عروس و داماده که سر استال اصول میکنند در رستوران را پرس و نه جنت باور دارند نه دوزخ دارند. حیف اسلام که تو بارین صاحب علم دعوای مسلمانی میکنی، تو بارین صاحب علم پیشوای اسلام میشود. حیف همون اسلام، حیف همون علمی که خدا در تو داده است، اما عقل تفکر جهان بینی نداده است. وای به حال تو. برای من با ملایی کرده است اشارت النص و دلالت النص و ایسرت موناد. اینا پیش کمپیر محمد دراگو. افسوس میکنم که همونو در روی من به من صحبت نمیکنن، در یک حالت به من صحبت میکنن که من نمیتونم در اینجا یک گپی درست کنم. من توی کردم، من را پدرم و مادرم و برادرانم مجبور کردن که توی سر استال استول میکنی. من راضی نشدم. مرا پدرم آخ کرد که تو با گپی پدرت و مادرت کار نمیکنی. من گفتم که ایشان نوردین جان میگوید که درست نیست و کسیتی شما را آوردم گوش کردن. خسرم گفت که من هم به این قول داملا راضی هستم، توی سر استال استول نکنید. اما موسفیدان قشلاق به من میگویند که تو آق شدی. نه جوان خوب، جوان با همت، تو آق نشدی. تو انشاءالله صاحب جنت هستی. همون پدر و مادری تو آق شد، همون پدر و مادری تو گناهگار شد. انشاءالله تو همراه سعد ابن ابی وقاص هستی. خوشا به حال تو جوانی با همت. آره پدر و مادرت احترام کن. اونها شاید از روی نادانی، شاید از روی ناموس شیطانی آدمان نخندن گفته به این گناه خوشان فرو بردی استادیان. اما خوشا به حال تو که اونها را از این راه گرداندی. انشاءالله تو آق نشدی. اونها رو با هر سحری زیارت کن، اونها رو دستاشان رو بوسه کن، خدمتشان کن، انشاءالله اونها از تو راضی میشن. اگر مبادا راضی هم که نشوم به همین رفتارشان، تو گناهگار نیستی، انشاءالله تو جنتی هستی. وای به حال اونها. السلام علیکم داملای عزیز، خدا شما را نگه داره. ما یک گروه جوانا 5 وقت نماز را الحمدلله میخوانیم و در یک هفته 2 بار به مشق می رویم. نماز را در جای مشق می خوانیم، اما از جماعت مسجد می مونیم. گناه هست یا نه؟ نه، ضرر ندارد. اگر شما مثلا جای مشقتان از مسجد دور باشد، باکی ندارد که نمازتان در همونجا خوانید. بارک الله برای شما جوانای با همت، جوانای دیندار. پروردگار شما را زاهد کنه روز از روز. مسجد نزدیک باشد، امکانیت باشد به مسجد بیایید، اما اگر دور باشد باکی ندارد، در همونجا خودتان جماعت کنید نماز. داملای عزیز، خدا شما را نگه دارد که بسیار کمبودی های ما را روز تا روز روشن میکنید، که ما بسیار از کسیته های شما گوش میکنیم و از اسلام با خبر شدیم.
ما طلبه های مکتب عالی هستیم. ما را معلم تاریخ اسلام درس میدهد و میگوید که ما اهل فارس تبر مسلمان هستیم. عرب ها دین اسلام را مجبوراً به ما بار کردند. به این سوال ما جواب گویید. نه جوان خوب، این دروغ است، این تهمت است. شما به اون معلم گویید که ما را کمونیستا تبر مسلمان تبر کمونیست کردند. اسلام دین فطری است، دین خداوندی است. این نه دین عرب هاست، نه دین فارس هاست، نه دین امریکایی هاست. این دین است که هر کس لا اله الا الله محمد رسول الله که صاحب همون دین است و از کدام نسبی نباشد، از کدام ملتی نباشد، از کدام قومی نباشد. در این باب مولا محمود جان یک رساله ما مسلمان تاجیکان تبر مسلمان نیستیم در گزیته نیروی سخن برآمده بود. نمیدونم والله مای انور است یا مای فورال. خیلی مقالی پررحم بود، مقالی درازم بود و با سندهای تاریخی خیلی اثبات کرده بودند که مسلمان ها هیچگاه این تاجیکا ما تبر مسلمان نیستیم. هر دینی که به واسطه زوری آمده باشد و اندک زمان از بین میرفت. این اسلام دین فطری است، دینی که در وجود انسان است، دینی که در رحم مادر بودگی در وجود ما هست. ببینید چنگیز اینقدر اسلام مسلمان ها رو نابود کرد، کتاباشو نابود کرد. بعد از 10 سال چنگیز با عالم پر از اسلام شد. استالین لینین یگان مسلمان نمونده، همه را کش. با الحمدلله امروز 1.5 میلیارد دنیا مسلمان است. بر مسلمان هیچگاه دینی مجبوری رو قبول نمیکنه. من امروز آزادی است. شما را کی مجبور کرد مکتب مسجد میبیایید؟ از همه جانب دشمنان حرکت دارن، شما مسجد نمیایید. اما مسجد ها روز تا روز پرند. چی کرد؟ بنابر او بیچاره است. او معلم نه علم امروزه دارد نه علم تاریخ خوب میداند. او یگان بیچاره گمراه از خدا هدایتش کند و چشم بیناییش تیاد. لیکن خواهش میکنم همون مقاله رو شما یا بخوانید. جوانای خوب، خصوصا برای دانشجویا و حتما مهم است. السلام علیکم داملای عزیز. از سبب سخنهای شما اکثر جوانان ما نمازخوان شدند و از کارهای فاحشه دست کشیدند. ما یک گروه جوانان مفلس شما هستیم و در بعض جایها انسانهای هم یافت می شود که عالمها را حقارت میکنند، ما را در غضب میارند. ما چیکار کنیم؟ جوانای عزیز خواهش میکنم برای خاطر ما شده شما به هیچ کس درشتی نکنید. این دشنام دادن علماها، این غیبت کردن علماها، این سنت الهی است که تمام پیغمبرای الهی از دست دشمنای اسلام روا شنیدند، گپ درست شنیدند، حقارت شنیدند. بنابراین شما به این خفه نشوید. فقط بالی بعضی خودی اونهاست که فردا در پیشگاه خدا چطور میکنند. بنابراین خواهش من از همه طرفداران مخلصان این است که از برای من پشتیبانی درشتی با کسی نکنید. با دلیل و با حجت تانید گفت صحبت کنید، اما با جنگ و با حقارت پشتیبانی کردن باشه من راضی نیستم از این. زیرا که خدا در قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جمیعا هو السمیع العلیم. پیغمبر و ای بنده داعی در هر عصر و زمان از سخن دشمنای اسلام و دشمنای خدا غمگین. السلام علیکم، خدا شما را نگه دارد. من یک شخصی غنی هستم و جاهل بودم، اما وقتی که کسیته های شما را در بازار می گذاشتم که به گوشم رسید، استاده گوش کردم و بعد از آن فکر کردم که انسان باز در آخرت زنده می شده است و او را می پرسیدند. من بسیار گوش کردم و همون کسیته را خریدم و در باب جنت است. من با رفیقانم می گفتم که آنها همش من را رفیقانم می گفتند که اینها همه دروغند، به اونها باور نکن، اما من از اونها جدا شدم. آنها می گویند بیا برویم به کازینو و به عرقخوری، من نمی روم. برادر عزیز خوشا به حالی تو که برای خدا شده از رفیقای فاسق خود دور گرفتی. جوانای عزیز، ملاهای گمراه که امروز با همه گمان نیک دارد که همه مسلمان است، سر استال استول نکاح بریده نمی شود. حال مسلمان ها رو ببینید. افسوس که شما رو خدا کور کرده است، شما رو چشم عقل نداده است، شما رو چشم سری حیوانی داده است که فقط روی کتاب میبینید، دیگر عقل تفکر نداده است شما. من این به همون کسی خطاب میکنم که به من مکتوب اعتراضی کرده است در باب طلاق نشدنی سر استال استول.
امروز اکثر جوانهایی که در دوشنبه هستند، در رایانه هستند، نه به قیامت باور دارند نه به جنت و دوزخ باور. تو نامسلمان خودت عوض از اونها را پرس. از اما عروس و داماد که سر استال اصول میکنند در رستوران را پرس و نه جنت باور دارند نه دوزخ دارند. حیف اسلام که تو بارین صاحب علم دعوای مسلمانی میکنی، تو بارین صاحب علم پیشوای اسلام میشود. حیف همون اسلام، حیف همون علمی که خدا در تو داده است، اما عقل تفکر جهان بینی نداده است. وای به حال تو. برای من با ملایی کرده است اشارت النص و دلالت النص در سرت موند. در پیش کمپیر محمد در گو افسوس میکنم که همونو در روی من به من صحبت نمیکنن، در یه حالت به من صحبت میکنن که من نمیتونم در اینجا یک گپی درست کنم. من توی کردم، من را پدرم و مادرم و برادرانم مجبور کردن که توی سر استال استول میکنی. من راضی نشدم. مرا پدرم آخ کرد که تو با گپی پدرت و مادرت کار نمیکنی. من گفتم که ایشان نوردین جان میگوید که درست نیست و کسیتی شما را آوردم گوش کردن. خسرم گفت که من هم به این قول داملا راضی هستم، توی سر استال استول نکنید. اما موسفیدان قشلاق به من میگویند که تو عاق شدی. نه جوان خوب، جوان با همت، تو عاق نشدی. تو انشاءالله صاحب جنت هستی. همون پدر و مادری تو عاق شد، همون پدر و مادری تو گناهگار شد. انشاءالله تو همراه سعد ابن ابی وقاص هستی. گشا به حال تو جوان با همت. آره پدر و مادرت احترام کن. اونها شاید از روی نادانی، شاید از روی ناموس شیطانی آدمان نخندن گفته به این گناه خوشان فرو برد ایستادیان. اما خوشا به حال تو که اونها را از این راه گرداندی. انشاءالله تو عاق نشدی. اونها را با هر سحری زیارت کن، اونها را دستاشان رو بوسه کن، خدمتشان که انشاءالله اونها از تو راضی میشن. اگر مبادا راضی هم که نشوم به همین رفتارشان، تو گناهگار نیستی، انشاءالله تو جنتی هستی. وای به حال اونها. السلام علیکم داملای عزیز، خدا شما را نگه داره. ما یک گروه جوانا 5 وقت نماز را الحمدلله میخوانیم و در یک هفته 2 بار به مشق می رویم. نماز را در جای مشق می خوانیم، اما از جماعت مسجد می مونیم. گناه هست یا نه؟ نه، ضرر ندارد. اگر شما مثلا جای مشقتان از مسجد دور باشد، باکی ندارد که نمازتان در همونجا خوانید. بارک الله برای شما جوانای با همت، جوانای دیندار. پروردگار شماره شما را زاید کنه روز از روز. مسجد نزدیک باشد، امکانیت باشد به مسجد بیایید، اما اگر دور باشد باکی ندارد، در همونجا خودتان جماعت کنید نماز. داملای عزیز، خدا شما را نگه دارد که بسیار کمبودی های ما را روز تا روز روشن میکنید، که ما بسیار از کسیت های شما گوش میکنیم و از اسلام با خبر شدیم. ما طلبه های مکتب عالی هستیم. ما را معلم تاریخ اسلام درس میدهد و میگوید که ما اهل فارس تبر مسلمان هستیم. عرب ها دین اسلام را مجبوراً به ما بار کردند. به این سوال ما جواب گویید. نه جوان خوب، این دروغ است، این تهمت است. شما به اون معلم گویید که ما را کمونیستا تبر مسلمان کرد، تبر کمونیست کردند. اسلام دین فطری است، دین خداوندی است. این نه دین عرب هاست، نه دین فارس هاست، نه دین امریکایی هاست. این دین است که هر کس لا اله الا الله محمد رسول الله صاحب همون دین است و از کدام نسبی نباشد، از کدام ملت نباشد، از کدام قوم نباشد. در این باب مولا محمود جان یک رساله ما مسلمان تاجیکان تبر مسلمان نیستیم در گزیته نیروی سخن برآمده بود. نمیدونم والله مای انور است یا مای فورال. خیلی مقالی پره هم بود، مقالی دراز هم بود و با سندهای تاریخی خیلی اثبات کرده بودن که مسلمان ها هیچگاه این تاجیکان ما تبر مسلمان نیستیم. هر دینی که به واسطه زوری آمده باشد و اندک زمان از بین میرفت. این اسلام دین فطری است، دینی که در وجود انسان است، دینی که در رحم مادر بودگی در وجود ما هست. ببینید چنگیز اینقدر اسلام مسلمان ها رو نابود کرد، کتاباش رو نابود کرد. بعد از 10 سال چنگیز با عالم پر از اسلام شد. استالین لینین یگان مسلمان نمونده، همه رو کش. با الحمدلله امروز 1.5 میلیارد بنیاد مسلمان است. بر مسلمان هیچگاه دینی مجبوری رو قبول نمیکنه. امروز آزادی است. شما رو کی مجبور کرد مکتب مسجد میبیایید؟ از همه جانب دشمنان حرکت دارن، شما مسجد نبیایید. اما مسجد ها روز تا روز پرند. چی کرد؟
نبر او بیچاره است. او معلم نه علم امروزه دارد نه علم تاریخ خوب میداند. او یگان بیچاره گمراه است، خدا هدایتش کنه. دو چشم بیناییش دیاد. یکی خواهش میکنم همون مقاله رو شما یا بتخوانید. جوانای خوب خصوصا برای دانشجویا و حتما مهم است.